امروزه تلویزیون‌های فلت یا تخت و هوشمند در خانه‌ها عادی شدند، اما نخستین تلویزیون‌های جهان اصلاً همانند تلویزیون‌های امروز نبودند. در حقیقت هنگامی که مردم برای نخستین بار تصاویر جنبشدار یا متحرک را داخل یک قوطی می‌دیدند، فکر می‌کردند با جادو روبرو شدند. در دهه 1920 میلادی جهان هنوز رادیو را یک فناوری شگفت‌انگیز می‌دانست. مردم تنها آوا را میشنیدند و هیچ کس باور نمی‌کرد روزی بتوان نمای انسان را هم از دوردست‌ها فرستاد. اما دانشمندان یک دم از تلاش‌ها و پژوهش‌هایشان دست نکشیدند. یکی از درخور نگرشترین کسانی که در ساخت نخستین تلویزیون همت گماشت، مخترع اسکاتلندی یعنی جان لاگی بیر بود. او در سال 1926 میلادی توانست اولین نمایش همگانی تلویزیون واقعی جهان را به واقعیت تبدیل کند. زمانی که تصویر بالای صفحه پدیدار شد، مردم انگشت به دهان شدند، چون برای نخستین بار بود که در درازای تاریخ تصویر زنده از طریق امواج فرستاده میشد. اما اکنون بخش شگفت‌انگیز ماجرا را بشنوید. ابتدایی ترین تلویزیون جهان نمایشگری بسیار کوچک داشت. تصاویر سیاه و سفید و تار بودند. کیفیت تصاویر بسیار پایین بود. دستگاه بزرگ، سنگین و پر از سیم و چرخ بود. برخی از مدل‌ها از بخش‌های دوچرخه، چراغ و موتور ساخته شده بودند. باور کردنی نیست، اما جان برد بسیاری از ابزارهای اولیه‌اش را با تکه‌های دست دوم و ارزان ساخت، چون پول کافی نداشت، تا جایی که بعضی آزمایش‌هایش را هم در اتاق‌های کوچک و سرد انجام می‌داد. اولین نمایی که تلویزیون نشان داد چهره یک انسان بود. میگویند هنگامی که تصویر بالای صفحه پدیدار شد، برخی از افراد از بیم و هراس واپس رفتند، چون تا آن زمان هیچ کس چیزی همانند آن ندیده بود. یکی از نخستین افرادی که تصویرش در تلویزیون پخش شد، مردی به نام ویلیام تینتون بود. چهره او به خاطر پرتو تند که تو چشم میزد به سختی دیده میشد و ساعتها باید بیتکان می نشست تا تصویرش ثبت شود. پس از این نوپدیدی جهان دیگر مانند گذشته نبود. چند سال پس از آن برنامه‌های تلویزیونی آغاز شدند. تازه‌ها و رخدادها به خانه‌های مردم راه یافتند. مسابقات ورزشی زنده پخش شدند. فیلم‌ها و نمایش‌ها داخل خانه‌ها شدند. اما اولین تلویزیون‌ها آنقدر گران بودند که فقط توانگران می‌توانستند آنها را بخرند. در برخی شهرها مردم جلوی فروشگاه‌ها گرد هم می‌آمدند تا تنها چند دقیقه تلویزیون ببینند. چند حقیقت باور نکردنی درباره اولین تلویزیون جهان. بعضی تلویزیون‌های اولیه تنها تصویر 30 خطی داشتند
صفحه آنها بعضاً کوچکتر از یک موبایل امروزی بود. ابزارها خیلی داغ می شدند و بعضاً دود می کردند. در آغاز بسیاری از دانشمندان باور داشتند تلویزیون هیچ وقت موفق نمی شود. هیچ کس فکر نمی کرد روزی میلیاردها انسان هر روز ساعتها تلویزیون ببینند. اما امروزه تلویزیون بخش مهمی از زندگی روزانه ما شده است و همه این پیشرفت شگرف از یک جعبه باور نکردنی و شگرف با نمایش تار و لرزان آغاز شد.